با درود و عرض احترام خدمت همه همکاران، این ویدئوی سوم در مورد ورزش کردنه، ولی قبل از اینکه ورود بکنم به بحث اصلی یه مطلبی اشاره بکنم. ببینید، من به دلیل محدودیت هایی که تو ضبط ویدئو دارم به رؤوس مطالب اشاره میکنم. خود موضوع تصویرسازی یه مبحث بسیار بسیار وسیعه و ابعاد مختلف داره و در همون محدوده که من عرض کردم خلاصه نمیشه. اگر کسی میخواد تصویرسازی یا به صورت اصولی بدونه، یا باید مراجعه بکنه به پیپرهایی که تو اینترنت وجود داره، یا اگر دوست داشت با من تماس بگیره و میتونیم این موضوع رو خیلی وسیع‌تر و اصولی‌تر مطرح بکنم. امروز میخوام راجع به روانشناسی ورزشی صحبت بکنم، یا آمادگی روانی، نه خود روانشناسی ورزش. میخوام در مورد آمادگی روانی صحبت بکنم، ولی قبل از این که بخوام راجع به آمادگی روانی صحبت بکنم باید یه نکته و یه تاریخچه‌ای از موضوع روانشناسی ورزشی خدمت شما ارائه بدم، به دلیل اینکه بدونید که یه علم جدیدیه و اهمیتش رو بدونید. ببینید، تو سال 1925 دو تا مرکز تو دنیا، یکی دانشگاه برلین، یکی دانشگاه مسکو، دو تا رشته به نام روانشناسی ورزش ایجاد کردن، ولی متاسفانه تو هر دوتای این دانشگاه ها چیزی که به عنوان درس مطرح می شد بیشتر جنبه پزشکی داشت، پزشکی ورزشی، سلامت ورزشکاران. بعد از جنگ جهانی دوم که بین بلوک شرق و بلوک غرب که تازه به وجود اومده بودن و رقابت خیلی جدی بود، موضوع ورزش هم یکی از حوزه های رقابت آمیز بود. موضوع روانشناسی ورزش خیلی جدی گرفته شد، ولی متاسفانه تو این دوتا هم باز موضوع روانشناسی ورزشی بیشتر جنبه های پزشکی ورزشی مورد نظر بود، اینکه چجوری ورزشکار رو سالم نگه دارن و از این نظر به روانشناسی ورزش نگاه میکردن. 1975 یک کمیته به عنوان روانشناسی ورزشی تشکیل شد که اون عمدتاً پزشکا تشکیل دادن. دستور کار این کمیته هم که تا سال 1995 3 تا از این جلساتش تشکیل شده بود، بیشتر بازم همون روال گذشته و سلامت ورزشکارا و بعد مسئله دوپینگ و اینجور چیزا مد نظر بود. از سال 2000 روانشناسی ورزشی که به جنبه های که موضوع روانی ورزشی توجه شده. این رو عرض بکنم که روانشناسی ورزشی یه بین رشته‌ای، خودش رشته نیست. من برای فروکاهی ارزش روانشناسی ورزش نمیگم بین رشته‌ای، اصلا امروزه دوره بین رشته‌ای هاست. روانشناسی ورزشی از علم حرکت شناسی و روانشناسی تشکیل شده. خود روانشناسی ورزشی یه پکیج داره، یه پکیجی که از چند تا عنصر تشکیل شده و توجه به همه عناصرش حائز اهمیت. اولین و مهمترین عرصه عنصر روانشناسی ورزش بهش میگن گول ستینگ، یعنی هدف چینی، هدف گذاری. اگر بخوام اینا به صورت خیلی ساده ترجمهش بکنیم، یعنی برنامه ریزی. معنی اینه که هر ورزشکاری برای خودش باید یه برنامه ریزی خاصی داشته باشه. یه برنامه ریزی دراز مدت، یه برنامه ریزی میان مدت و یه برنامه ریزی کوتاه مدت باید داشته باشه. در برنامه ریزی دو شقه داره. یکی نقشه راه داریم و دومیش برنامه ریزی. ببینین،
اینجوریه که ما میخوایم از تهران بریم شمال. برای شمال رفتن چندین راه وجود داره، از جاده کرج، از اتوبان جدیدالاحداث، از جاده های قدیم هرازه و از فیروزکوه. ما برای پیدا کردن نقشه راهمون یکی از این راه ها رو انتخاب میکنیم برای رسیدن به شمال و مشخص میکنیم کدوم شهر میخوایم بریم. این میشه نقشه راهمون. وقتی به این زمان میدیم میشه برنامه، یعنی میگیم چه موقع کجا مبدأ حرکتمون که همون نقشه راه مشخص کردیم و با چه وسیله‌ای میخوام بریم اون جزء نقشه راه. وقتی برنامه میدیم میگیم که آقا صبح مثلا ساعت 8 میدان امام حسین جمع بشیم، با اتوبوس که مشخص میریم صبحانه رو کجا میخوریم، نهار رو کجا میخوریم و کی میرسیم مثلا آمل و کدوم شهر میخوام بریم که تو نقشه راهمون مشخصه. پس برنامه ریزی یک نقشه راه، یک اون زمانی که به نقشه راه میدی میشه برنامه ریزی. حالا اینا اینجوری بگم برای ورزشکار. یه ورزشکاری وقتی میخواد برنامه دراز مدت برای خودش بگذاره باید بدونه که 3 سال آینده، مثلا 3 سال آینده میخواد چی بشه. میخواد قهرمان آسیا بشه، سال قبلش باید قهرمان کشور شده باشه و سال قبلترش باید قهرمان استان خودش شده باشه. این برنامه بلند مدتش، میان مدتش و کوتاه مدتش. حالا سال اول که میخواد قهرمان استان خودش باشه به 4 تا فصل تقسیم میشه که فصل اولش خودش 3 ماه طول میکشه و اینا میتونه به 3 تا ماه تبدیلش بکنه. ماه اول باید چی باشه؟ کجا باشه؟ ببینید خود این راه قهرمانی، این که تو ویدیوهای قبلی عرض کردم قهرمانی یه راه داره، نشون میده که کسی اگر برنامه‌ریزی صحیح داشته باشه این برنامه‌ریزی خودش میبرتش به سمت قهرمانی. نکته بعدی که باید عرض بکنم این که گفتم که چقدر این آمادگی روانی، آمادگی جسمانی، آمادگی تکنیکی، تاکتیکی به هم بسته و به هم با همن و نمیشه از هم جداشون کرد و هر 3 تا با هم باید اتفاق بیفته. برنامه‌ریزی تنها برای آمادگی روانی نیست، برای آمادگی جسمانی، برای آمادگی تکنیکی، تاکتیکی هم هست. یعنی ما الانی که اینجا واسطه میخوام برای فصل اول 3 ماه اول ماه اول میخوام برنامه‌ریزی بکنم، از خودم باید عکس بگیرم. یعنی چی عکس بگیرم؟ برای آمادگی بدنی 10-11 تا شاخص وجود داره که الان این شاخصا رو آدمایی که متخصص این کارن، متخصص آمادگی بدنی از ورزشکار تستای مختلف میگیرن که سرعتش چقدر، قدرت بالاتنش، قدرت پایینتنش، نفسش، دوامش. حالا این تستایی که مشخص لیست شده و من خیلی راجع به اونا صحبت نمی کنم، میگیرن و مشخص میشه که از نظر بدنی الان در چه وضعیتی. آمادگی روانی هم تست داره که از نظر اضطراب و استرسش چجوریه، شادکامیش چجوریه، افسردگی چجوریه، اعتماد به نفسش در چه حده. اینا آمادگی روانی میگیرن و از نظر تکنیکی تاکتیکی مربی‌ها میتونن ارزیابی بکنن، بگن که این از نظر تکنیکی تاکتیکی الان در چه وضعیتی. این میشه وضعیتی که اکنون و الان داره. حالا میخواد یه ماه بعد برسه به چه چیزی؟ یه خوردی باید تکنیک و تاکتیک تغییر بکنه، آمادگی بدنش خورده تغییر بکنه و آمادگی روانیش مثل اضطراب و استرسش کم بشه، شادکامیش زیاد بشه، افسردگیش کاهش پیدا بکنه و اعتماد به نفسش تو جنبه‌های مختلف بیشتر بشه. لذا این برنامه تو همه جانبه است
و اینو هدایت میکنه به سمت اهدافی که گذاشته. خود این برنامه ماه به ماه، حالا یا 3 ماه به 3 ماه وضعیت پایش داره. مثلا کسی ورزشکار در 3 ماه آینده خودش رو پایش میکنه، ارزیابی میکنه، ببینه که آیا به اون هدف 3 ماهه خودش رسید یا نرسید. اگه نرسیده چرا نرسیده، و اگر رسیده پس خب برنامهش معلوم میشه که برنامه صحیحه. اگر نرسیده یه جایی کار اشکال داره، یا برنامه رو خوب اجرا نکرده یا اینکه برنامه صحیح نبوده. پس برنامه رو تصحیح میکنه و ادامه میده برای 3 ماه بعد. برنامه‌ریزی از این جهت اهمیت داره که ما رو وصل میکنه به اون 3 تا آمادگی که مورد نظر هر ورزشکاری باید داشته باشه. یعنی ورزشکاری که امروز میره تو باشگاه باید بدونه که امروز میخواد چه کار بکنه، برنامه روزانه‌اش چجوریه و مطابق اون برنامه روزانه‌اش باید کار بکنه. چقدر باید رو موضوع آمادگی روانی کار بکنه که اونم خودش حالا عناصر بعدیشو من که توضیح میدم معلوم میشه که چه کارهایی باید بکنه. آمادگی جسمانیش هم که تحت نظر یه مربی بدنسازه، آمادگی تکنیک تاکتیکی هم از طریق تصویرسازی انجام میده و حالا وقتی میره برای تمرین بیشتر باید اون چیزهایی که تو تصویرسازی یاد گرفته مرور بکنه. این هم تو ورزش‌های انفرادی خیلی مطرحه، هم تو ورزش‌های دست جمعی. البته بهتر اینه که بین برنامه‌ای که مربی میگذاره، برنامه عمومی که مربی میذاره، مربی که نمیتونه بر هر بخش مطابق تحت تاثیر برنامه خصوصی هر کسی قرار بگیره، ولی بهتره که برنامه‌های افراد با برنامه عمومی مربی تداخل پیدا نکنه و در جهت همدیگه باشه. اینو میشه یه جوری هماهنگ کرد و از طریق این هماهنگی به اون نتیجه رسید. ولی منظورم اینه که هر ورزشکاری وقتی وارد باشگاه میشه برنامه روزانه داره. اگر امروز بدنسازی داره مشخصه، اگر بحث آمادگی روانی میدونه که چه کاری باید برای آمادگی روانیش بکنه و کنار اون اگر آمادگی تکنیکی تاکتیکی هم داره میدونه که چه کار برای اون باید انجام بده. لذا ما عادت داریم که به روش سنتی تمرین بکنیم تو همه عرصه ها. لذا ورزشکار باید کوشش بکنه خودش رو بندازه رو این حوزه جدید و برنامه جدید و مقید باشه به برنامه اونا هدایت میکنه به سمت قهرمانی. ببین دیمی تمرین کردن کمکی به آدم نمیکنه. اگر به ذهنتون میاد که پس آیا مثلا قهرمانایی که داریم اینا همه برنامه داشته، من میگم که نه، این موضوعات نوعیه، ولی به صورت غریزی اونا تو ذهنشون یا به صورت تربیتی که تو خانواده‌شون بوده اینا تو ذهنشون یه برنامه داشتن و مطابق اون برنامه عمل میکردن. مثلا بچه‌ها وقتی میخواستن، اون آدمایی که نخبه ان قهرمان شدن، حتی مسافرت که میخواستن برن اول ساک ورزشیشون رو تنظیم میکردن و میبستن. لذا همون قهرمان ها هم یه برنامه‌ای داشتن، ولی عرض من اینه که اگر ما اینا مکتوب بکنیم و پایبند بهش بشیم، من بهتون قول میدم که مسیر قهرمانی از همین راه طی میشه و سرعت رشد و سرعت تکامل ورزشکار از طریق برنامه بهتر انجام میشه. من کوشش میکنم در ویدیوهای بعدی عناصر آمادگی روانی رو خدمت شما عرض بکنم. ویدیو به دلیل محدودیت اینجا
نمیتونم ادامه بدم و ازتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که مفید واقع بشه. خداحافظ.